توی این لایو اینو حتما بگم که تحقیقاتی که دانشگاه میشیگان آمریکا انجام داده و خیلی دانشگاهی دیگه، البته این آخریشه، در مورد سن، ما در ایران کلا در مورد سن اشتباه میکنیم. این تحقیقات میگه 20 سال اول زندگی انسان 20 سال آموزشه، 20 سال دوم یعنی تا 20 سال تجربه است. ممکنه شما رشته تحصیلی تو عوض کنی، شغل تو عوض کنی، تجربه های عاطفی داشته باشی. یک انسان 40 ساله از نظر جسمی و روحی، یعنی یک انسان کامل 40 تا 60 اوج توسعه فردی یک انسان باید باشه به لحاظ کاری و بسازه، یعنی باید تلاش کنه 40 تا 60 بسازه و 60 سالگی تازه زندگی شروع میشه و 60 سالگی انسان معنای عشق رو میفهمه و حقیقت خیلی از چیزها رو درک میکنه و یک مزه هایی بچشه که قبل از 60 سالگی نداشته اصلا اون قدرت چشش رو. و خیلی جالبه 60 سالگی 60 تا 80 سن لذت بردن و بهره بردن از زندگی. حالا این تفکر بازنشستگی تو ایران که مثلا آدما 40 ساله 45 ساله میگه دیگه از من گذشته، 50 ساله احساس پیری میکنه و 60 ساله دیگه کاملا فکر میکنه پیره دیگه و بره تو پارک و منتظر فشار خون آرتروز اینا باشه و واقعا تو همانی که میاندیشی و همین بلاها هم سرش میاد. من سال 2013 که برای دوره آموزش آمریکا بودم اون موقع این دانش رو نداشتم، ولی نظرم جلب شد به اینکه چقدر تولد 60 سالگی اونجا مهمه. مثل جشن تکلیف ما مثلا برنامه‌ریزی میکنن از چند سال قبل کجا بگیرن، کیا رو دعوت کنن. من با عقل اون موقع هم فکر می‌کردم که اینا چون دارن پیر میشن برای اینکه دلشون نکنه تصمیم گرفتن که 60 سالگی براش تولد خوب بگیرن که مثلا دلشون نشکنه و بگن حالا شما پیر نشدید. در حد فهمیدم که این یک اتفاق 60 سالگی و واقعا 60 سالگی زندگی شروع میشه.